آقا راحت شدی؟ اینم از پارت 40 رتد یک. یه چی میخوای؟ بالاخره رئیس به گفته خودش عمل کرد و چیکار کرد؟ اومد؟ بله اینم از ریولور. جانم چه میزنه؟ آخه نازنین چه میزنه؟ بله میگه دنبال چیز بگرد، هاویر بگرد توی یکی از این اتاق. بیا شانسی اینم از اولی. جانم ریولور میگیره یه اباحتی به نظر من میده. شما رو نمیدونم ولی من عاشقشم. به هر حال میگه حالا اینا رو ولش. آخر سر حالا اومدیم هاویه رو گرفتیم، منتظرم ببینیم بیلو میخوایم کی بگیریم. بعد یکم کار میخواد، یعنی یکم زمان میخواد. هر مثلا این ویدیوهایی که مثلا 4-5 دقیقه اینو میذارم من، تو فکر میکنی بابا من مثلا میشینم یه 2-3 دقیقه وراجی میکنم پا میشم میرم؟ اصلا یعنی بدون شک توی راه اشتباهی فکر میکنید درباره من. ولی اصلا اینجوری نیست. من اینو برمیدارم ویدیوشو ضبط میکنم، منظور ویدیو رو ضبط میکنم، از اینجا میفرستم به گوشیم، ادیت میکنم، از گوشیمم میذارم تو چنل یوتیوبم. نه وایس بزن. اوکی. یعنی الان صحنه ای که از اینجا میبینی صحنه ایه که من رو با هدستم میبینید، یعنی هدستم میکروفون داره، از اون دارم حرف میزنم. خب واسه همون این حسابی. چه راحت داره. 2 دقیقه دیگه میان دهنمون رو صاف کنن. میگم چه راحت. به هر حال حالا این چی گفت؟ میگه هاویر میگه که من همیشه تو رو دوست داشتم و اینا، ما با هم برادر بودیم فلان. میگه بعدش تو حال زندگی کن و تخته رو هل میده، فرار میکنه میره. خب کمرش شکست. One day, I promise you, you're gonna regret this. One day's about all you got left. I hope you and your wife and children rot in hell. الان میگه stay with your puto. پوتو رو انصافا نمیدونم ولی میگه برو با دوستای خودت بگیر. البته که حالا قبل اینم یه فوشی به زن و بچه‌شم میده. حالا دیگه به هر حال بگذاریم. یه stay with your puto. دیدی؟ اش کردی؟ بابا من چقدر اینو پلی دارم. الان میریم روی کنون. حالا چیه؟ یه قلعه است، یه قلعه طوری. آره میبینی میریم اینجا توپا رو میندازی. وایسا. بله چون من میگم آخه یه بار رفتم اینم حالت نورمال انداختم، بعد یه بار دیگه هم دارم گیمو تو حالت هاردکور میرم. ولی به هر حال بعد دیگه الان اینا هم ویل کنه قضیه نیستم. بابا یه آدم میخوایم بگیریم و نخورد. شانستون. زدم. اوکی وایسا. زدم. اینم یکم ترتیبی در نیومد ولی به هر نخورد. خب بچه اینم از این ویدیو بود. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو لایک کنید، چنل منو ساب کنید، زنگوله رو بزنید، کامنت هم بذارید تا ویدیو بعدی. فعلا